اومده اینجا نوشته که عادل وطن فروش از غار در اومد. این اسکله. تو آدم حسابی هستی؟ اینی که اومده به تو نوشته وطن فروش این اسکله. این باید بره گریه کنه نه تو. مردک. عادل اصلا تو غار بود فکر کنیم. چی کار باید میکرد عادل فردوسی پور یا هر سلبریتی دیگه که از نظر شما تو غار بوده؟ شما که 24 ساعت بلنگو دستت بود چه غلطی کردی که مثلا ما نکردیم؟ کاری جز تفرقه افکندن شماها دارین؟ کف خیابونو مگه نمیگفتیم فلان و فلان و فلان و فلان؟ ببین کف خیابونو چه بلایی سرش آوردید. الان فقط یک عده آدم دیگه خیلی تنده، خیلی سفت و سخت فلان بله با شما هستن. تموم شد دیگه دخترها بی حجاب بیان با لب ژل زده و آرایش غلیظ و اینا بگن ایران مال هممونه. اینا تموم شد باز؟ چون شنیدم باز پلمپ فرمودید ملت از دشمن خارجی بکشند یا از برخی دوست نماهای داخلی که خودشون رو مرکز حقیقت میدونن دیگران وطن فروشن. تو غلط کردی با 7 جد آبادت. آقا با نون بریدن و پلمپ کردن و زارت و زورت و اینها ما به جای رسیدیم. عراقچی داشت میگفت که یه هسته عجیب و غریب تصمیم ساز وجود دارم. حتما این تصمیمات از اونجاها میاد. من این که دکترای رابط بین الملل علوم سیاسی دارم میخونم، کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات دارم، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دارم، خلبانی خوندم، فلان کارگردانی خوندم. من حق ندارم در مورد مسائل سیاسی نظر بدم طبق فرمایش شما، ولی فلان مداح با سواد دیپلم چون خیلی قشنگ مداحی میکنه اون میتونه وزیر و وکیل و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه همه رو بشوره بذاره کنار. آدم کفش میبره. اینا کف خیابون دارن رئیس قوه قضاییه رو تهدید میکنن. به کجا وصلید شما؟